أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 3 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 4 را از این کتاب به سمع شما برسانم. صاحب کتاب میگوید که الدرس الرابع، یعنی که درس 4. در درس 4 صاحب کتاب چند از کلمه های نو را برای ما و شما تقدیم میکند که اینها باید حفظ و از یاد کرده شود. میگوید که معلم یعنی که معلم به تاجیکی ما و شما هم همچنین معلم میگوییم، یا استاد یا تعلیم دهنده، کسی که دیگرها را تعلیم میدهد آن را معلم میگویند. جمع معلم یعنی معلم مفرد هست، یک کس، یک آدم تعلیم دهنده، یک معلم. جمعش می شود معلمون. معلمون یعنی معلم ها، استاد ها، درس گوینده ها، تعلیم دهنده ها. این صیغه جمعش است. و این جمع رو در زبان عربی که در آخرش با واو و نون جمع شدگی هست، این جمع را جمع مذکر سالم میگویند. چطوره که در سوی گذشته ما و شما جمع مؤنث سالم رو خوندیم، جمع زنانه ای که سالم است، و اینش جمع مذکر سالم است، یعنی جمع مردانه ای که سالم است. سالم از چی است؟ از اینه که مفردش نشکسته است، تغییر نیافته است. معلمون، ببینید حرکت های معلم رو ببینید، معلمون در آخرش یک واو و نون همراه کردیم شد جمع. از این حساب این رو میگویند جمع مذکر سالم که دلالت به مرد میکند، برای همین خاطر مذکر میگویند و مفردش نشکسته است، تغییر نیافته است. از این حساب این را سالم میگویند. پس در داخل قوس صاحب کتاب برای ما و شما قاعده داده است که واو و نون وقتی در آخر اسم پیوست شود دلالت به جمع بکند، آن جمع را جمع مذکر سالم میگویند. این قاعده هست. یعنی بعدها شاید کلمه را بیارد و در بعدش قوس بیارد و واو و نون بیارد، خلاص، و معلمون مثلا شاید ننویسد دیگر، یا که به مثل همین کلمه ها فقط قاعده را میتید که خود ما و شما دیگر قاعده را استفاده بریم. بعد از این میگوید تلمیذون. تلمیذون یعنی شاگرد، تلمیذ شاگرد. تلامیذو، تلامیذو شاگردها. این تلامیذو این غیر منصرف است. از این حساب ببینید که آخرش تنوین ندارد. تلمیذون را آخرش ببینید تنوین دارد، تلمیذون میگوییم. اما تلامیذو میگوییم، تلامیذون بگیم غلط است، زیرا اینکه این غیر منصرف است، یعنی تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید تلامیذتو. تلامیذتو همچنین شاگردها. پس این دو جمع یعنی تلامیذو، تلامیذتو، هر دو اینها جمع تلمیذون می باشد. تلمیذون مفرد است اما دو جمع دارد، زیرا که در زبان عربی یک کلمه میتونه چندین جمع ها داشته باشد. پس تلمیذ دو جمع دارد که چطوری که برای ما و شما صاحب کتاب در اینجا تقدیمش کرد، و دیگر جمع ها هم دارد، در جای خودش ذکر کرده می شود. بعد از این میگوید معلمتون. معلمتون با توجه که ما و شما همچنین معلمه، یعنی که کدام زنی که تعلیم میدهد یا تعلیم دهنده ای که زن هست، اون رو میگویند معلمه. ببینید معلم را دقت بتید، در اول ما و شما گفتیم معلمون یعنی که معلم. معلمتون در آخرش یک ت دارد، خلاص.
این ت مرد را، کلمه مردانه رو به کلمه زنانه تبدیل کرد. معلمون مردانه بود، معلمتون که شد زنانه، یعنی زن، معلمه. بعد از این میگوید معلماتون. معلماتون یعنی معلمه ها. پس معلمتون این مفرد است و معلماتون این جمع است. این جمع رو ما و شما از گذشته میدونیم، جمع مؤنث سالم، و ت آخرش رو گفته میگیریم میپرتویم این تا را معلمتون، این ت را میگیریم و بعد در جای تا الف و تا میمونیم، میشود معلماتون. دقت دادید؟ معلماتون یعنی که معلمه ها. اکنون در داخل قوس همین قاعده را داد، گفت که اگر در آخر اسم مؤنث الف و تا جمع شود دلالت به جمع بکند، بدان که آن جمع مؤنث سالم است. پس ما و شما تا به حال دو نمود جمع را خواندیم، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم. همچنین جمع تکسیر رو هم در درس‌های گذشته خوانده بودیم، اما یادرس نکرده بودیم، جاش بیاد اون رو هم ذکر خواهیم کرد. تلمیذتون. تلمیذتون شاگرد، شاگردی دخترانه، یعنی که زن باشد، دختر باشد، شاگرد، او را میگن تلمیذتون، یعنی که یک شاگرد دختر. ببینید تلمیذون شاگرد پسر، تلمیذتون در آخرش یک ت گذاشتن شد شاگرد دخترانه. اکنون جمعش چی میشود؟ این تا را بگیرید پرتوید و در جای تا الف و تا بمونید، میشود تلمیذاتون. تلمیذاتون میشود شاگرد دخترها. بعد از این صاحب کتاب میگوید که من این من استفهامیش میگوین، یعنی کیست. استفهامی یعنی طلب فهمیدن کردن، برای سوال استفاده برده میشود. من یعنی کیست. و این را در زبان عربی من استفهامیه للعاقل میگویند، برای عاقل استفاده برده میشود. عاقل یعنی که برای انسان، برای آدم، چطوری که ما و شما هم در تاجیکی میگوییم این کیست. پس من همین کیست است. اما برای غیر عاقل باشد اون کلمه ما استفاده برده میشود، اون را ما استفهامیش میگویند که در تاجیکی ما و شما به معنای چیست استفاده برده میشود. این من به معنای کیست است، یعنی برای عاقل ها استفاده برده میشود. مثلا یگان آدم پرسیدنی باشی، مثلا میگی من انت، تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ گفته اگر آدم پرسیدنی باشی، عاقل را پرسیدنی باشی، من رو استفاده میبری. پس این من نامش من استفهامیه است، برای عاقل است. خب این بود کلمه های نوی این درس. این کلمه ها باید حفظ و از یاد کرده شوند. بعد از این میگذاریم به حوار. در حوار صاحب کتاب ببینید این حوار رو آورده است و از همین کلمه ها و از کلمه های درس های گذشته برای ما و شما صاحب کتاب یک حوار، یک گفتگوی آماده کرده است. میگوید که من هذا، یعنی کیست این، من کیست، هذا این، کیست این. پس در اینجا من مبتدا و هذا خبر. من هذا، کیست این. این را میتونیم ما و شما بگیم مبتدا و خبر. برای هم خاطر میگیم کی است این، کی است میگوییم، کیست یا کی است، کی هست. برای چی؟ به خاطر اینکه مبتدا و خبر هست، در درس گذشته گفته بودیم. بعد از این میگوید معلمون. اکنون جواب میتید، میگوید معلم است. این معلمون چی است؟ معلمون خبر مبتدای محذوف است، اصلش هذا معلمون هست، یعنی که این معلم است. اما این رو حذف میکنن زیرا که در سوال خودش معلوم است که کیست این. پس همون اینه که پرسیده است که همون کسی باشد، اون دیگر این رو ما ذکر نمی کنیم، هذا رو ذکر نمی کنیم، میگیم معلمون. پس در تحلیل میگوییم که معلم خبر مبتدای محذوف است، خبر مبتدای محذوف. معلمون، معلم. بعد از این میگوید من هؤلائی، کی هستن اینها. پس من برای مفرد و برای جمع استفاده برده میشه. ببین من هذا در اینجا برای مفرد، برای یک کس من رو استفاده برده. من هؤلائی در اینجا برای جمع استفاده برد. پس من هم برای مفرد و هم برای جمع بوده است. کی هستند اینها؟ در جواب میگوید که معلمون، معلم ها هستند. معلمون یعنی معلم ها هستند. این معلمون همچنین خبر مبتدای محذوف است، اصلش
هؤلاء معلمون، یعنی اینها معلم ها هستند. و این معلمون همچنین جمع مذکر سالم است. ببینید در آخرش واو و نون دارد، دلالت به جمع میکند. بعد از این میگه که من هذه، یعنی کی هست این، کی هست این. ببین من همچنین برای زن هم استفاده برده میشده است، برای مرد و برای زن من استفاده برده میشده، زیرا که من هذه، کی است این زن، یعنی زن را پرسیده ایستاده است، ژنسکوی راد را پرسیده ایستاده است. میگه که تلمیذتون، تلمیذتون یعنی شاگرد دختر. اصل تلمیذتون اینجا خبر مبتدای محذوف است، اصلش میشود هذه تلمیذتون. هذه مبتدا است که حذفش کردیم و تلمیذتون خبر که است، تلمیذتون را گذاشتیم. از کجا میفهمیم که هذه مبتدای محذوف است؟ از سوال من هذه، کیست این؟ همین هذه را باز تکرار میکنیم یک بار دیگر که هذه تلمیذتون. پس هذه را حذف کردیم، در زبان عربی جایز است، زیرا که سیاق کلام دلالت به همین میکند، جایز است حذف کردن مبتدا در همین صورت. تلمیذتون، تلمیذتون شاگرد دختر، یعنی که این شاگرد هست، شاگرد دختر است. بعد از این میگه که من هؤلائی، کی هستند اینها، من هؤلائی کی هستند اینها. همچنین اینجا دم از جمع زنها پرسیده ایستاده است، یعنی کی هستند این زنها. از کجا فهمیدیم؟ از تلمیذاتون، از جواب فهمیدیم، زیرا که من هؤلائی میشود مردها را بپرسی، هؤلائی برای مرد و زن است، من همچنین برای مرد و زن است، مذکر و مؤنث است. پس از جواب ما فهمیدیم که این زنها را پرسیده ایستاده است. میگه من هؤلائی، کی هستند اینها؟ در جواب میگه تلمیذاتون، شاگرد دخترها هستند. اصلی کلمه گفتیم هؤلاء تلمیذاتون، یعنی اینها شاگرد دخترها هستند. ها تلمیذات جمع مؤنث سالم است، زیرا که با الف تا جمع شدگی است. بعد از این میگه که هو معلمون، یعنی که وی معلم هست، وی استاد هست. هم معلمون، وی ها معلم ها هستند، وی ها استاد ها هستند. انت تلمیذون، تو شاگرد هستی، تو شاگرد هستی. کی را گفته ایستاده است؟ مرد را، زیرا که انت ضمیر مخاطب مذکر است، تلمیذون همچنین دلالت به مرد میکند، به مذکر. بعد از این میگه که انتم تلامیذو، شما شاگردها هستید، شما انتم تلامیذو، شما شاگردها هستید، شما مردها، زیرا که تلامیذو جمع تلمیذون هست، پس این دلالت به مردها میکند. پس در اینجا ما ببینید هو و هم، اینها هر دوش ضمیر غائبی مذکر مفرد و جمع هستند، یکمش مفرد دیگه‌مش جمع. انت و انتم اینها ضمیر مخاطبی، یکمش مفرد است و دویمش جمع است، برای مذکر هستند. بعد از این اکنون مؤنث رو میارد، میگه که هی تلمیذتون، یعنی که وی شاگرد دختر هست، هی وی زن، تلمیذتون شاگرد دختر هست. بعد از این میگه هن تلمیذاتون، وی ها شاگرد دخترها هستند، وی ها شاگرد دخترها هستند. انا معلمتون، من معلمه هستم. انا همچنین برای مرد و زن استفاده برده می شود، لیکن در اینجا معلمه میگیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خبر ما، انا مبتدا است و معلمتون خبر، خبر مؤنث است، معلوم می شود که گوینده این سخن زن هست. انا معلمتون یعنی من معلمه هستم. نحن معلماتون، ما معلمه ها هستیم، ما معلمه ها هستیم. بعد از این میگوید هذا الرجل معلمون، یعنی این مرد معلم هست. هذا مبتدا، الرجل بدل، معلمون خبر. این را در درس گذشته بیان کرده بودیم که بعد از اسم اشاره اسم معرف به ال بیاید، بدل ای هذا می شود. بعد از این میگوید هؤلاء معلمون، یعنی که اینها، این هؤلاء الرجال معلمون، این مردها معلم ها هستند. هؤلاء الرجال معلمون، این مردها معلم ها هستند.
هذه المرأة معلمة، این زن معلمه هست. اینجا همچنین هذه مبتدا، المرأة بدل ای هذه، معلمتون خبر. بعد از این میگوید هؤلاء النساء معلماتون، یعنی این زنها معلمه ها هستند، این زنها معلمه ها هستند. بعد از این میگوید من هو، سوال میتید، میگه کی است وی. پس شما در جواب میتونید سوالش جواب بدید، بگید که هو معلمون، یعنی وی معلم هست، هو معلمون. یا میتونید بگید که من هو، در جواب بگید که معلمون. معلمون پس میشود خبر مبتدای محذوف. معلمون چی میشود؟ خبر مبتدای محذوف، جایز است. بعد دوم میگه که من هی، یعنی کی است وی، زن رو پرسیده است. کی است وی زن؟ در جواب شما میتونید بگویید که هی معلمتون، یعنی وی معلم است. یا هی را ذکر نکنید، مبتدا را ذکر نکنید، خبرش را ذکر کنید، بگویید که معلمتون. در سوال من هی معلمتون، کیست وی؟ معلمه است، یعنی وی معلمه است. بعد از این من انت، کی هستی تو؟ کی هستی تو؟ ببینید من انت، کی هستی تو؟ سوال از شخصیت مرد است، یعنی تو مرد کی هستی؟ میتونید در جواب بگویید که انا معلمون، یعنی من معلم هستم. یا میتونید که انا را ذکر نکرده بگویید که معلمون، معلم هستم، معلم هستم. یا میتونید نامتون ذکر کنید. یک کس میگه من انت، شما میگویید که محمدون مثلا، یا میگویید انا محمدون، من محمد هستم. انا را ذکر نکنید، محمدون تنها هم بگید، جایز است. بعد از این میگوید که من انتم، کی هستید شما؟ در جواب میتونید شما بگویید که معلمون، معلم ها هستیم. یا میتونید که در اینجا شما بگویید که نحن معلمون، ما معلم ها هستیم. هر دی جواب ها درست هستند. من هم، کی هستند وی ها؟ از انسان های غایب پرسیده ایستاده است. هم گفتیم ضمیر غایب است، یعنی که کسی که در نزد ما نیست، کسی از ما دور است، از اون میپرسد که کی است وی ها. پس هم در جواب میتونید شما بگید که معلمون، معلم ها هستند. یا میتونید بگید که هم معلمون، وی ها معلم ها هستند. پس این هست حوار درس 4 از کتاب تعلیم آموزش زبان عربی. این حوار رو بسیار تکرار کنید تا اینکه در ذهن هاتون بماند این حوار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.